درود دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بنده بردیا هستم و امروز با نقد قسمت اول و قسمت دوم فیلم ربل مون همراه شما هستیم. قبل از دیدن ویدیو لایک، سابسکرایب، روشن کردن زنگوله فراموش نشه. برو بریم. Memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. فیلم ربل مون که پارت اولش سال 2023 اومد و پارت دومش از سال 2024 اومد، محصول سرویس استریمینگ نتفلیکسه به کارگردانی زک اسنایدر. بازیگرای مطرحی هم مثل سوفیا بوتلا و چارلی هونام داخلش بازی میکنن. از هر چیزی بهتون بگم، این اولین ریویو قراره از این دو تا پارت باشه. یه ریویو دیگه از این دو تا پارت داریم وقتی که کات کارگردانی این دو تا فیلم بیاد. من تو این ویدیو قرار نسبت به چیزی که اومده دربارش صحبت کنیم. خب این پروژه صرفا برای یکی دو سال نیست، یعنی حتی اسنایدر قبل شروع کریر حرفه‌ای ایده همچین چیزی رو داشته، البته به عنوان چیزهای متفاوت تر. بنا چی بودن؟ به عنوان یه پیچ یا به عنوان یه اقتباس برای استار وارز بود که چندین سال انگار روش کار کرد. حالا یه روز میره به دیزنی این پیشنهاد رو میده، البته دیزنی این وسط قبول نمیکنه که یه بخشی از استار وارز باشه، چیزی که زک اسنایدر نوشته، و نتفلیکس این پیشنهاد رو بهش میده که ربل مون رو تبدیل کنه به یه فرانچایز جدا از استار وارز و مستقل برای خودش. یه جورایی، حالا نه کامل، یه جورایی استار وارز زک اسنایدر به حساب میاد. البته خب از خیلی المان‌های دیگه هم الهام گرفته تو طول فیلم ربل مون، ولی استار وارز اصلی ترین منبع الهام یا اینسپیریشن زک اسنایدر واسه فیلم‌های ربل مون بود. مثل همین لایت سیبر و مثل سفر از سیاره به سیاره دیگه. داستان اصلی این دو تا فیلمه که یه ارتش از سیاره مادر ورلد یا دنیای مادر میرن به سیارات دیگه حمله میکنه. یکی از این سیارات سیاره‌ای که قهرمان اصلی و پروتاگونیست اون کورا داخلش زندگی میکنه. کورا باید چند نفر از سیاره دیگر جمع کنه تا به مقابله با مادر ورلد بره. هم اینسپایر شده از استار وارز و یه جوری اینسپایر شده از سیلور سامورای بود. یعنی همچین وایبی داشته. یه نقل بدون اسپویل ازش داشته باشیم. این یونیورس جدید از زک اسنایدر قراره باشه. بعد از اسنایدرورس و اینا کنسل شد، متاسفانه این یونیورس جدید قراره از اسنایدر باشه. و یه نکته مثبت از این بخوام بگم، یه جورایی بیلدینگ یونیورس و یونیورسی که داره الان برای این بیلد میکنه واقعا یونیورس خوبیه به نظر من. از نظر محیط و ویژوال و این حرفا، و واقعا اون سیاراتی که ما از این فیلم ها دیدیم واقعا خوب طراحی شد و خیلی روش وقت گذاشته شد. نظر فضاسازی و ویژوال و اینا طبق معمول زک اسنایدر بازم کار خیلی خوبی انجام داد، حتی تو سینماتوگرافی که یادم رفت الان بگم. البته پوینت مثبت بیشتر برای پارت 1 بود و بیشتر برای قهرمانه اصلی بود. طوری کاراکتر پردازی شده بودن بعضیشون که میتونستی باهاشون همزاد پنداری کنی یا همدردی کنی تاش، مثل همین شخصیت کورا یا همین گونار که باهاش توی سیاره بود. ما بقیه حالا با دایرکتور کات رو ببینیم تا قضاوت کنیم، ولی تو این چیزی که ما دیدیم خیلی کم شخصیت پردازیشون کار شد. این چیزی که ما دیدیم، البته حالا منتظر دایرکتور کات هستیم ببینیم چی کار میکنه زک اسنایدر. بعد اونجا خیلی بهتر انجام داده باشه، یه ذره کمتر قضاوت کنیم فعلا. یه سری منابع الهامش واقعا قشنگ بود. اون سری که یکی از کاراکترها میخواد سوار یه پرنده غول پیکر بشه، به شدت الهام خوبی از انیمیشن How to Train Your Dragon بود. واقعا یه اینسپیریشن خیلی قوی بود. هر چقدر کوتاه بود، هر چقدر چند دقیقه بود، ولی همون چند دقیقه هم آدم قشنگ تونست حسش کنه. یه چیز هم مثبت هم منفی در مورد هر دو تا پارت این فیلم بگم، صحنه اکشنه. صحنه اکشن درسته، زک اسنایدر همیشه تو صحنه اکشن خوب عمل میکنه، ولی یه چیزی که رو مخ میره در مورد صحنه اکشن اسنایدر اسلو موشن دیگه. تو اسلو موشن زک خیلی افراطی داره عمل میکنه. تو این دوتا فیلم دیدیم چقدر داره افراطی عمل میکنه روی اسلو موشن. حالا اسلو موشن همش هم بد نیست و واقعا توی فیلم های دیگه اسنایدر دیده باشید واقعا خیلی خوب کار شده روی اسلو موشن این بحثا، ولی اینجا نه، اینجا یه ذره بیش از حد اسلو موشن استفاده میشه. یعنی تو کوچیک‌ترین لحظات هم که حتی اکشن هم نباشه به اون ترتیب اسلو موشنی داره. نمیدونم حالا چرا. در مورد بحث اسلو موشن یه چیزی یادم رفت بهتون بگم. یکی از مشکلات اون جاستیس لیگ اسنایدر کات هم همین مشکل اسلو موشن و اینا بود، به خصوص تایمی که واندر وومن داشت میومد با هم آهنگ آهنگساز اسنایدر کات هم توی ربل مون همکاری کرد، تام هاکنبرگ. بیشتر از پارت اول خوشم اومد. پارت اول آنچنان اکشن اینا نشد، بیشتر روی شخصیت پردازی تمرکز داشت. حالا بعضی وقتا چه زود میپرید
چه زود نمیپرید بازم یه چیزای خوب داشت از نظر شخصیت پردازی و داستان سرایی و این چیزا کلا. ولی به پارت دوم رسیدیم یا بیشتر فیلم دیگه اکشن شد، یعنی از 1.5 ساعت دیگه فیلم فقط اکشن بود و یه جای اکشن هم خیلی رو مخ بود. یه صحنه داشت اون ربات جیمی بود که انتونی هاپکینز صدا پیشش بود، یه جا دیگه واقعا فیلم هندی شده بود انگار، یعنی یارو اون همه تیر خورد بدون هیچ آسیبی رفت داخل، تو یه ذره فیلم هندی بود. کلا اگه تو بحث نکات منفی بخوام بگم، هر دو تا فیلم توی بحث ترد اکت و پرده سوم واقعا دچار مشکلات زیادی بودن، خیلی توشون عجله میشد و معلوم نبود این عجله برای چی بود. یه سری باگ هم تو صحنه‌های اکشن میشید، مثلا یه جا دچار انفجار میشه، یه سری‌ها باز زنده میمونن از اون انفجار. من نمیدونم کی تو موتور تدوین نتفلیکس بوده گذاشتن این کارو بکنه. یه چیزی دیگه خیلی بدم اومد از ربل مون این بود که یه سری شخصیت‌های اصلی خیلی زود مردن. حالا نمیخوام بگم کیا، ولی خب خیلی زود مردن و کلی براشون بیلداپ و پرومو شده بود، حالا به این زودی هم میمیرن. واقعا یکم سریع بود برای ما، حداقل فیلم سوم میرسید این کارو می‌کردیم. اسپویل نمی‌کنم برای کسایی که ندیدن، کسایی که دیدن لطفا اسپویل نکنین این زیر. خلاصه که آره، یه الهام خیلی خوب دیگه ای که از استار وارز داشت ربل مون یادم رفت بگم. اون صحنه اول پارت یک اگه دقت کرده باشید میبینید که چقدر الهام خیلی قشنگی از صحنه آغازین فیلم استار وارز نیو هوپ گرفته شد. خیلی الهام خوبی بود اون صحنه. اگه اون فیلمو دیده باشید و اینم دیده باشید دقیقاً یه وایب بهتون میدن و متوجه میشید که این در از الهام گرفته از اون یکی بود. نظر شخصی خودم بخوایم منتظر بودیم که دایرکتور کات این فیلم بیاد. نظر شخصی خودم نسبت به این دوتا فیلم که اومد just alright بود، نه آنچنان بالا بود نه آنچنان پایین بود، just alright بود. البته خب نمیدونم کی تو اتاق تدوین نتفلیکس بود که یه ذره صحنه‌ها رو بد تدوین کرده بود، چون بعضی صحنه‌ها واقعا خیلی بد تدوین شدن اگه دقت کرده باشید. بخوام نمره به پارت اول بدم، به پارت اول 6.5 از 10 میدم و به پارت دوم 5.5 از 10 میدم. نظر خودتون چی بود دوستان؟ حتما این زیر کامنت کنید، چه مثبت چه منفی. دوستتون دارم شدید، به مدت مدید. خداحافظ. بدرود.